در شهر کولوب و منطقه آن روز تا روز خدمترسانی بانکی تشکل یافته که در بازار خدمترسانی های بانکی شرکت های مالیوی مشتریان خویش را پیدا کردند. این از استفاده امکانات های مهیا نموده دولت و حکومت جهت دستگیری بخش خصوصی در این سمت درک می‌دهد. در شهر کولوب با افتتاح گردیدن مرکز نو خدمترسانی مبلغ گذاری خرد جمعیت دارای مسئولیت محدود تشکیلات امانتی قرضه خرد دوشنبه سیتی 10 نفر با جای کار تامین گردیدند. این تشکیلات امانتی و قرضه خرد با راه اندازی خدمترسانی های بانکی فوری توانسته از حدود خدمترسانی خویش را وسیع و در بازار رقابتناک بانکی صاحب نفوذ باشد. در یک شبانه روز میتواند زیاده از 250 مزاج را خدمترسانی کند. در مرکز ما 10 نفر به جای کار دائمی تامین کرده شده است. تا آخر سال 2021 نقشه داریم تا 15 نفر رسانیم. در این روز مشتریان جمعیت دارای مسئولیت محدود تشکیلات امانتی قرضه خرد دوشنبه سیتی از بازی بردناک تحفه‌های خود را گرفته از خدمترسانی آن اظهار قناعتمندی می‌کنند. من سفرو خورمانعلی ساکن شهر کولوب من استفاده برنده بانک دوشنبه سیتی هستم و این بخشیده و شده شوی همین مرکز بازی بردناک اعلان کرده شد و من در این بازی صاحب کار طلایی گشتم. جمعیت دارای مسئولیت محدود تشکیلات امانتی قرضه خرد دوشنبه سیتی در این حدود به مشتریان 50 عدد بانکمت، 40 عدد ترمینال و بیش از 100 نقطه خدمترسانی با QR کد پیشکش کرده. تصمیم دارد که سطح و صفت خدمترسانی را باز هم شایسته به راه ماند.